میخوام با چند تا چیز ساده براتون یه آلادینه چند میلیونی درست کنم، برین حالش رو ببرید. یه گلدون یا کوزه سفالی میخوان که بذاریم داخل نفت یا گازوئیل خوب خیس بخوره به این صورت. یه فویل هم میخواین برای اینجا که برش بدیم، برش میدم بهتون نشون میدم. ما گلدون سفالی و وارون داخل قوطی قرار میدیم، فویل رو به این صورت برش میدیم و میذاریم در قوطی تا همه محفظه هاشو ببنده. چند تا قطره بنزین و به این صورت روشنش میکنیم. این کار حسنش نسبت به بخاری آجری اینه که این کوزه خودش مثل فتیله عمل میکنه، نفت رو میکشه بالا. شما میتونین حتی داخل این قوطی نفت بریزین ولی باید محفظه وسطش هم ببندین. برای اینکه بیشتر گرم کنه میتونین روش لوله بخاری بذارین، شعله بیشتری میده. میتونین حتی باش زغال سرخ کنین، برای قیلون میتونین باش آب جوش بیارین و لوله بخاری به این صورت که بذارین این شعله بیشتری میده. پیج منو فالو کن، تو شلوغی اکسپلور گم نکنید چون از اینجور آموزش‌ها زیاد دارم. نعمت کات.